درود بیننده ارجمند، تحولات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پی میگیریم. امروز چهارشنبه 15 سپتامبر است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. تاجیکستان را تنها نمیگذاریم. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی گفتند اگر از افغانستان به مرز خطر ایجاد شود در پهلوی تاجیکستان خواهند بود. کشتار یک زن 67 ساله روس در کنار مسکو آشوب ساکنان را ضد مهاجران کاری به بار آورد. تمام همه را از اینجا رانید، حاضر همه را رانید. فکر میکنم همین کاری درست می بود. همه مردان را رانید. راه به چهار طرف محدود است. رانندگان ماشین های بارکشان در تاجیکستان میگویند همسایه کشورها محدودیت های زیاد جاری کردند. راه بسته دیگه این همینجا میرسیم. امروز در شهر دوشنبه جلسه نمایندگان شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی برگزار شد. موضوع اساسی نشست تحولات اخیری افغانستان بود. همپیمانان تاجیکستان از این سازمان بار دیگر تاکید کردند که در صورت تهدید و یا پیش آمدن خطر از طالبان به تاجیکستان کمک رسانیدنی‌اند. همکارانم اسکندر فیروز و برات یوسفی در این نشست حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند. افغانستان یکی از موضوعهای کلیدی نشست سپاد یا سازمان پیمان امنیتی دستجمعی در شهر دوشنبه بود. شرکت کنندگان آن وزیران امور خارجه، وزیران مدافعه و سران شوراهای امنیت کشورهای عضو در این باره یک اظهارات مشترک نشر کردند. تصمیم مساعدت اعضای سپاد به افغانستان برای تحکیم صلح و ثبات و عاری از تروریسم، جنگ و مخدر بودن این کشور تایید کرده شد. همچنین سازمان برای پشتیبانی از تلاش‌های بین المللی جهت تأمین ثبات و رشد افغانستان با نقش رهبری سازمان ملل متحد اظهار آمادگی کرده‌اند. همزمان کشورهای عضو اظهار آمادگی کردند که در صورت تهدید به مرزهای جنوبی این سازمان همگونه کمک‌های نظامی و نظامی فنی را به تاجیکستان خواهند رساند. در همایش اینچنین تصمیم گرفته شده است که قدم‌های بعدی سپاد به وضع مرزهای تاجیکستان و تحولات افغانستان بستگی خواهد داشت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش حالا مشاهده دارد که حکومت طالبان تا کجا وعده‌های خود را در افغانستان و هم تهدید نکردن و کشورهای آسیای میانه به جا می‌آورد. ما به طالبان هیچ چیزی را تحمیل نمی‌کنیم. هیچ گونه شرط هم. آنها خودشان هدفهای خود را اعلام کردند. از جمله آنها جانبداری خود را در مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلان کرده به همه اطمینان دادند که از افغانستان به کشورهای همسایه آسیای مرکزی یگان تهدید بیرون نمی شود. خود آنها یگان هدف ناآرام کردن کشورهای همسایه را ندارند و آنها حکومت اینکلوزیویه را تأسیس می‌دهند که بیانگر همه پهلوهای جامعه افغانستان سیاسی، قومی و دینی باشد. در حالی که همیشه در رسانه‌ها از بی‌عملی بودن سپاد تنقید می‌شود، کارشناسان تاجیک می‌گویند که در شرایط فعلی که در افغانستان اتفاق افتاده است، کشورهای عضو می‌بایست موقع‌گیری جدی می‌کردند، زیرا خطر به امنیت آنها عملاً وجود دارد. به نظر من کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد افغانستان دارای موضع مشترک به صورتی که امروز وضعیت افغانستان تقاضا می‌کند نمی باشد و از بیانیه دبیرکل این سازمان که شاهدش بودیم این نکته احساس می‌شد. تحلیلگران تخمین می‌زنند که شاید فردا در همایش سران کشورهای عضو در موضوع افغانستان بحث و نتیجه جدی‌تر صورت بگیرد. سازمان پیمان امنیتی دستجمعی را سال 1992 تأسیس دادند و فعلا ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان عضو آنند. سپاد با هدف تقویت صلح، امنیت و استواری در منطقه و جهان، حفظ دستجمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است، ولی آن را یک سازمان زیر نفوذ روسیه مینامند. به موضوع افغانستان در ادامه برنامه باز خواهیم گشت و حالا رو می‌آوریم به یک موضوع از روسیه. پس از کشته شدن یک زن 67 ساله در دهه بوژانینووا در کنار شهر مسکو، ساکنان این دهه در نزد خوابگاه مهاجران کاری
آشوب برداشتند. دهها مرد و زنی خشمگین روس از مقامات طلب کردند که مهاجران را از این خوابگاه رانند. با گفته مقامات که این مهاجران در کشتار زن دست نداشتند، ساکنان آرام نشدند. زنی روس را کی کشت و جفایش را کی میکشد؟ گزارشی تلویزیونی نستایشیا ویرما را همکارم کیومرسی عطا تقدیم میکند. من این زنی را که کشتند میشناسم. همه ما او را میشناختیم. همسایه‌مان است. روز 13 سپتامبر در سامانه گازت کپیکا در شهر سرگیو پسد کنار مسکو مکتوب ساکنی محله بوژنینو را نشر کردند. وی در این نامش از تجاوز و کشته شدن یک زن خبر داده است. با متن این مقاله ردکسیون گازت عکس دو مرد را هم نشر کرد، اما سرچشمه این عکس ها ذکر نشدند. جسد مقتول را در جنگل کنار راه آهن در نزدیکی باغ و بوستانسراها پیدا کردند. نزدیکی های ساعت 6 شام ساکنان خشمالود در نزد خوابگاهی که مهاجران کاری زندگی میکنند جمع آمدند. Еремкина Наталья Ивановна, зани хеле орому бо тамкин, 65 сола, биби буд. ҳеҷ гуноҳе надошт. Аз бустонсарояш меомад, аз дохили ҷангал баромаданду дошта ӯро куштанд. اعتراض شما را من میفهمم، اما بار دیگر میگویم آدمانی که در این خوابگاه زندگی میکنند این جنایت را صادر نکردند. میفهمید؟ شام روز دوشنبه کمیته تفتیشات اظهار داشت که دو گمانبر را به قتل زن 67 ساله دستگیر کردند. در اظهارات گفته می شد که بازداشت شده ها شهروند کشور همسایه هستند، اما از این کشور نام نمیبرند. این مردان 33 و 37 ساله بودند. از ساعت 6 تا نیمه شب آدمان در نزد این خوابگاه جمع می شدند. گفته می شود در این اعتراض ها از 200 تا 1000 نفر شرکت داشتند. ساکنان بوژنینو طلب داشتند که خوابگاه مهاجران را تعجیلاً بندند. تمام همه را از اینجا رانید. حاضر همه را رانید. فکر میکنم همین کاری درست می بود. همه مردان را رانید. پس از این کارمندان پلیس به پاسبانی خوابگاه مهاجران شروع کردند. инҷо коргарони корхонаи тирезасозӣ ҳастанд. дар ҳар кат 10 нафар хоб мераванд. танҳо мардон ки албатта муштоқи зан мебошанд. ба онҳо фарқе надорад ки зан чанд сола аст. مقامات سرگیو پسد وعده دادند که خوابگاه مهاجران را میبندند. گمانبران بازداشت شدند. جنایتکاری را نباید به نژاد و ملت و رنگ پوست نسبت دهیم. در همه جا آدمان خوب و بد هستند. صبح 14 سپتامبر کمیته تفتیشات گفت که نسبت دو گمانبر این کشتار عیب اعلان شده است. اندری ورابیوف رئیس ولایت مسکو امر داد که خوابگاه مهاجران در بوژنینو بسته شده دیگر خوابگاه‌هایی که نیز اعتراض ساکنان را به بار می‌آورد سنجیده شود. صبح دیگر مهاجران آسیب سر با جامدانهای خود خوابگاه را ترک کردند. در مرز تاجیکستان با افغانستان مردم از حضور طالبان در آن طرف سرحد نگرانند. این زمان میگویند امیدوارند که پاسبانان سرحدی 1300 کیلومتری تاجیکستان با افغانستان قادر به حفظ مرز و بوم وطن خود و محل زیست آنها از هر گونه تجاوز هستند. محمود جان رحمتزاده خبرنگار ما در شهر کلاب از ناحیه مرزی فرخار برگشت و گزارشش را همراه میبینیم. مرز تاجیکستان با افغانستان اینجا ناحیه فرخاری تاجیکستان است و در آن سوی دریای پنج ولایت تخاری افغانستان. جالب است که نام منطقه در هر دو ساحل دریا در قد است. مرز آرام به نظر می رسد. ساکنان در قد تاجیکستان میگویند الحال تهدید را از آن سوی مرز احساس نکرده اند. آنها به نیرو و آمادگی مرزبانان باور دارند. پشکی گم مثال یگان مثال چی شود سالاتو مثال مراجعت نکنند که ایجا مثال دورتر برین نزدیکی بعد نه مثال که مو در گپ میرسن مثال. خط مرز را در اینجا جزیره های دریا پیچیده کرده است. اینجا منطقه مرزی سیاد است. در جزیره های روبروی آن ساکنان دهه حضرت بوستان افغانستان را دیدن ممکن است که گفته می شود مشغول زرشویی. پیشتر خبر رسیده بود که از همین جا پناهجویان افغانستانی خواسته اند وارد تاجیکستان شوند. برخی از منبع ها این خبر را تصدیق کردند، ولی ساکنان میگویند تنها آوازه ها را شنیده اند.
خیلی طالبان میگن آقا ما چی میدونیم یا چون میدونن. اما یک منبع در مقامات انتظامی ولایت ختلان با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که در 2 هفته اخیر 3 تلاش گذشتن پناهندگان به خاک تاجیکستان روی داده است. مقامات تاجیکستان در این باره خبری رسمی نمی‌دهد. از جمله تا حال گفته نشده است که تاجیکستان چه تعدادی از پناهجویان افغانستانی را قبول کرده است. عددهای از چند صد تا زیاده از 1000 صدا دادند، ولی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان روز 14 سپتامبر برای کمک به پناهندگان 160,000 یورو جدا کرد که قرار است مشکلات تا 5000 پناهنده افغانستان را در ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستانی بدخشان آسان نماید. این نهاد از احتمال ورود تا 50,000 گریزه از افغانستان تا آخر سال روان صحبت کرده است. ولی مقامات تاجیکستان میگویند اکثر پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان به کشورهای سوم فرستاده شده اند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، مرز تاجیکستان با افغانستان. به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در پی خروج بیماری کووید 19 هزارها راننده‌های ماشین‌های بارکشانی تاجیکستان از حق انتقال بار در حدود کشورهای همسایه محروم شدند. اما وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید که در یک سال اخیر حجم بارکشانی به کشورهای همسایه 111% افزوده است. راننده‌های تاجیک میگویند که آنها حق دارند بارهای میزاجان را تنها تا مرز کشورهای همسایه انتقال بدهند. شهلا عبداللهیوه گزارش می‌دهد. راننده‌های این ماشین‌ها هفته‌ها باز در انتظار فرمایشگر ایستادند. به دلیل محدودیت‌های امنیتی و کووید 19 راننده‌های زیادی ماشین‌های بارکشی تاجیکستان از حق انتقال بار در حدود کشورهای همسایه محروم شدند. خیلی افغانستان نمیمونن. نمی حضورت نمیمونن، نمیرون. همین تو نیمی کپری کامیرا و میگیرن برای خالی میکنن و میگیرن میآیند. شیرخان ماندار میرن دالش دیگه نمیرون که جنگه اونجا. فقط شیرخان ماندار با بار میفرن. اونجا بار میفرن، اونجا بار شود با میگن ابرد نمیگردن دالش دیگه نمیرون. بعضی از راننده‌ها میگویند با ترس عازم افغانستان میشوند. اندری تالاکوف که قبلا با ترکیه و چین و ایران و افغانستان بار میکشند میگوید مقامات کشورهای همسایه قاعده‌ها و طلبات استاندارد بارکشانی را پیوسته تغییر میدهند. بود دیگه استاندارد کرده خطوه. یعنی تو سرحد میروند بعد باز رو تو سرحد میرو پیرگروز میشه. راننده‌ها از آن اظهار نگرانی می‌کنند که از دریافت مزد برای کارشان محروم شده، تأمین بودجه خانواده‌هایشان هم با مشکل روبرو شده است. خیلی راه بسته دیگه این همینجا میرسیم. در همین حال وزارت نقلیات تاجیکستان از افزایش حجم بارکشی به کشورهای همسایه خبر داد. به اطلاع این نهاد حجم بارکشانی 111% افزوده است. توسط گذرگاه‌های افغانستان انتقال بار 108% نسبت به همین دوره سال گذشته، توسط گذرگاه سریاسای ازبکستان 120% نسبت به همین دوره سال گذشته، توسط گذرگاه فوتی آباد 205% نسبت به همین سال گذشته و توسط گذرگاه قلمه با در سرحد جمهوری مردمی چین 245% نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر بال انتقال داده شده هستند، هم از جانب تاجیکستان و هم از جانب دولت‌های همسایه. مقامات میگویند محدودیت‌های بارکشی به افغانستان به دلیل امنیت قابل قبول است، اما دلیل‌های منطقی سبب بسته شدن راه‌های ارتباطی زمینی میان قرقیزستان با تاجیکستان را کسی تا حال نمی‌تواند شرح بدهد. بیننده ارجمند، وقت برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما.